Iran membalas serangan Amerika Serikat dan Israel dengan rudal dan juga drone ke Israel serta 14 basis militer Amerika Serikat. Juru bicara militer Iran, Ibrahim Zulfikari, menyebut respons Iran cepat dan juga tepat menimbulkan korban di pasukan musuh. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan PM Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan Iran, sementara PBB mendorong pertemuan darurat untuk meredakan ketegangan. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ قدرتمندانه به این تجاوز وحشیانه با سرعت عمل و دقت بسیار بالا علاوه بر مراکز مهم حیاتی، امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی 14 پایگاه مهم نظامی آمریکا در منطقه را با حملات برق‌آسای خود هدف قرار داده و صدها نفر از نیروهای متجاوز آمریکا و رژیم را به هلاکت رساندند. یادآوری می‌گردد عملیات مقتدرانه و با صلابت نیروهای مسلح کوبنده‌تر و گسترده‌تر از قبل تداوم خواهد یافت که نتایج آن متعاقباً به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.